سرت جان داد. ایوان بگو. دختر مردم به خانیت میری باز شو با املتش میگیری شاون ها؟ من قاتل نیستم. من قاتل نیستم. من قاتل نیستم. تو دیگه چی جانور هستی؟ یک انسان تا می اندازه کسلت کوب میکنه؟ و گپم گوش نمیکرد لالا. با چه گپت؟ گفتم همراه فامیلت کم گپ بزن. هر روز در موبایل مصروف میم. چی شده لالا جان بگو چی شده؟ اصلا صورتش از دیدن نیست. خود چی کنم دیگه؟ نفهمیدم یک دفعه چی شد. اجازه لط کوبت از که میگیری؟ ها؟ از عقیدت؟ از خدا لالا جان از انسانیتت؟ از شرافتت؟ از فرهنگت؟ هیچ کدام از اینا تو رو اجازه لط کوب نمیده. کسم سر خودو بیم اندازه میزنه؟ خب اشتباه شد نفهمیدم. تو مسلمان هستی؟ ها؟ از کدام ما این تبعیت میکنی؟ از دینی که توهین و تحقیر همسر تورد ناروا دانسته؟ ایوان بگو! دیگه سرشم نده. اشتباه کردم خود نفهمیدم که چی شد. لالا جان ولی از خدا بگو چی شده. وضعیتش چطور است؟ گناهی تو نیست. گناه از پدر و مادر ماست که با یک ایوان چهارپای همسر گرفته. لالا بگو چی شد. پس عذر زاری دختر مردم به خانیت میری باز شو با املتش میگیری شاون ها؟ فکر که تو یک زن خوش داری با تو کسی این معامله را کنه؟ گفتم لالا اشتباه شد نفهمیدم چی شد. اشتباهی که به قیمت جان مردم تمام شود؟